عمرتون در 2 بانک ذخیره میشه. یا این ثانیه های عمرت در شیطان بانک روان کردی، باز اونمو ذخیره شیطانی تو در روز قیامت کشف میشه، و یا در رحمان بانک ذخیره کردی و باز اونمو مقداری که در رحمان بانک است و شیطان بانک است، هر دویش چی میشه؟ در ترازوی میزان گذاشته میشه. و باز خودت ببین که امروز در طول هفته چند یونت عمرت در بانک شیطان فرستادی، چقدرش با اون دوها تیر کردی، با سریال های هندی، چقدرش با سیکولارهای بیدین بی حیای ترکی تیر کردی، چقدر چشمتی فیلم های باطل دید، چقدر گوش تو حرام شنید. پس کل از در شیطان بانک برات ذخیره هست. و مرا دلتان میگه حاسب نفسك قبل ان تحاسب، خودت خدا محاسبه بکن پیش از اینکه محاسبه